در اینجا $100,000 وجود داره و در گاف صندوق بانک مخفی شده و تنها راه دستیابی به اون فقط این کلیده. و اما شما هر کدومتون که به در گاف صندوق دستتون بخوره $100,000 برنده میشید. دقیقاً باید چیکار کنی؟ نمیدونم. سلام، من آرکو هستم و به چنل راز بقا خوش اومدی. امروز قراره با آقای ماتریسیو بریم یک ویدیوی جذاب رو ببینیم. هلو ماتریسیو. هی چیکار اون میکنی؟ اگه کابینت خونه خودتون بود بازم میشکستی؟ هی کریس داری چیکار دیگه میکنی؟ رسما تقلبه. بنده کسی نیست جز کریس. من فکر کردم هنوز بازی شروع نشده. و اما گاف صندوق متاسفانه هیچی اینجا همه نیست. بالا رفتن ها بله بیهوده بود. کلید دستیابی به اون گاف صندوق عبور از این لیزر هاست. تو رسما میخوای ما رو به گاراژ ببری. اینو ببین داره تو خشکی شنا میکنه. نولا مواظب باش، یکیش بالای سرته. خودم میدونم اینه و برنده نولانه. اصلا قبول نیست. چرا انقدر من خوبم؟ آفرین چون که تو لاغری. رتبه 1 کنکور ریاضی. باز شود بلکه پسندیده شود. باز هم یک تومه بود. آره نمیشه. عبیره. تازه باید اینم با خودت ببری. اتاق مورد علاقه من جام‌های انفرادی قرمز. اینجا نزدیک 1,000,000 لیوان وجود بزن داره. بریم. اون 1,000,000,000 آرکو، نه 1,000,000. درسته ماتریسیو، ممنونم. مراقب چشمات باش. برای باز کردن این گاف صندوق به چی نیاز داری؟ کلید یکم ارزه. شروع شد بچه ها. من عاشق خراببازیم. اینا واقعا دیوونن. نولان اون مانکن حرمت داره نه لذت. چقدر دیوانه. خوب بگرد پسرم. تا ببینم ایرا و این بار کارل برنده میشه. شگفت انگیزه. بالاخره با این هوشت این بار تو بردی. اگر شما برنده $100,000 بشید پدر شما هم تسلا میگیره. اینه پسرا رو به خونه خودم بردم و چشماشون رو بستم. صراحت بدوید بچه ها، چشاتون رو باز کنید و بدوید. ما باید با هم بدوید. کارل بازم اول شد. بردن کارل بازش نه. کن پسر. پدرت $10,000 میبره و تو هیچی نمیبری. مایه افتخاری. به پدراتون اهمیت نمیدی؟ خدای من عاشق این مرحله‌ام. این کلید رو میبینید اینجا آویزونه؟ این رو باید بیارید پایین. شما میتونید از این اسباب بازی‌ها برای به دست آوردن کلید استفاده کنید. الان وقتشه. خدای بچه به اونا نشون بده پسر خدا. مگه میخوای گنجشک شکار کنی؟ به نظرم میتونی از قدت استفاده کنی. درسته. آخ پام. کاری میکنن کلیدو بیارم پایین. واقعا داری چه غلطی میکنی؟ این سهم منه. آفرین پسر. برنده این مسابقه چندلر. این لحظه حساسیه چون قرار پدرش امیدوار بشه. انشاءالله. بریم سراغ گاف صندوق. بگو که $100,000. ریدم تو شانست پسر. تو اگه نفر بعدی هستی در چالش برنده نشد. متاسفم چندلر. باورم نمیشه. من نزدیک بود پام بشکنه. حداقل یه مانکن بده ببرم. مانکن تموم شده رفیق. آبروم رو بردی، خدا خفت کنه. به یه لیزر بازی دیگه خوش اومد. قرار نیست از کارات دست بکشی دور جیمی. لیزرها باعث شده پام درد بگیره جیمی. شما باید. آرکو، میشه من یه درخواستی ازت داشته باشم؟ بله ماتریسیو. چیه؟ میشه صدای اون کودن رو قطع کنی؟ خیلی روی مخمه. کاری میکنه که بیام از ماتریکس خارجش کنم. چرا ماتریسیو؟ مگه چی شده؟ آخه نور لیزر چه ربطی به پادرد داره؟ ناموسن. ببخشید ماتریسیو ولی من مجبورم به خاطر شرایط فیلم این قسمت رو نگهش دارم و صداشو قطع نکنم. مجبوریم تحمل کنیم. خب من کی؟ شما باید این اسب بدوید و جای مناسب وایس. به نظر شما کدوم یک از این کودنا میتونه برنده بشه؟ این رسما توهینه. جیمی من دستشویی دارم. من آدمی به احمقیه این ندیدم. هی چندلر، بله. مراحلمون داره تموم میشه و این آخرین شانسته برای آبروی پدرت. حالا برو. آفرین اینه. آماده اید بچه ها؟ مراقب باش. آفرین.
شما چرا نمیایید؟ ما معترضیم آره جیمی. تو هم از ما جلو زدی. من که اصلا تو بازی نیستم. نظرم بریم. آره درسته. بالاخره اومدی. پسرم برنده بشه $1000 میگیری. این لحظه حساسیه چون قراره من $1000 هدیه بگیرم. اینه پسرم. اون پاش انعکاسش لیزری خورد تو شدیم چشم. قبولی. آروم باشید بچه‌ها، الان بررسی میکنیم. اون پاش لیزری نشده و چندلر برنده این مسابقه اینه، شد. پدر. آفرین پسر. اونا دبه کردن و $1000 به من نرسید. ما اینجا داریم زحمت بریم سراغ $100,000. امیدوارم چندلر باشی. چی؟ این دیگه چه مسخره بازیه؟ چون پدرت به قولش عمل نکرد تو باید از بازی خارج بشی. متاسفم چندلر. جیمی تو آدم پولکی نبودی. اومدیم یکم برق بازی کنیم. اینجا همه چی برق داره، حتی در گاف صندوق. تمومی این سیم ها محافظت شدن و ما فقط برای ترس بچه ها این کارو کردیم. امیدوارم موفق بشم. ببینم آماده اید؟ من دیگه دشویی ندارم. این محاله. فرض کنیم کریس با آرومی این بادکنک داره از روی این سیما رد میشه که یهو دستش به برق میخوره و بوم. این خیلی جذابه پسر. در این مسابقه کریس تنها کسی بود که بدون ترس دوید و به در گاف صندوق رسید. اون فکر کرد که برنده شده و چندلر رفت که اونو بزنه. بچه ها همش یه شوخی بود. برید لطفا. نه تو رسما ما رو کی؟ بفرمایید بچه ها، خیلی خوش اومدید. امروز قراره که به یک نفر رأی بدید تا در گاف صندوق رو باز کنه. شاید که $100,000 اونجا باشه. میتونیم به خودمون رأی بدیم؟ معلومه که نمیشه پسر. عالی شد ایرم. همین الان بنویسید که به کی رأی میدی. به کی رأی دادی؟ آره. مرسی به عزیزم. نولان رای دادم چون اون حقشه برنده شه و باید بشه. نولان. خاطرخواه زیاد داری نولان. آریه. چندلر تو به کی رأی میدی؟ حوصلتون رو ندارم. کریس پس نولان برنده من شد. حق بردم. $100,000 تو مشتمه پدر. منتظرم باش. وای وای چه لحظه حساسی. همتون با یه فلز یا به اتاق بعد میرید. نمیخوام. در این ساحل بیکران کلید گاف صندوق مخفی شده. نظرت راجع به مراحل بازی چیه؟ خیلی کی اونا با فلزیاب میافتن به جون یارتو توی شنا. محدوده من این ننداز. جارو نیست و فلزیابه. مگه یادت رفته بهت رأی مثل این که دادم؟ پیداش پدرت کردم. دیگه تو رو نمیخواد. برو من کنار. یه عالم قرض منم به دارم. دیگه ماشینم مونده. چی کار میکنی جیمی؟ وایساده بودی ببخشید. این که سنگه. فکر کرد کلیده. من یه عالم شن خوردم. من یه عالم بدهی دارم. کلید شکستم قبوله؟ و باز هم کارل. عکس گرفتی کودن. اینه. خودم بازش باشه میکنم. باشه هول نکن. پدر شما برنده $5,000 میشه کارل. اینه پسرم. آفرین بابا. من جای کارل بودم افسردگی میگرفتم. خودش داره مسابقه میده اما پدرش داره میبره. عجیبه. ریدی کارل. میخوام یه واقعیتی بهتون بگم. $100,000 در همون مرحله اول پشت پارچه سیاه مخفی شده بود، اما وقتشه که یکی صاحبش بشه. دیگه آخرشه و من قراره از دست اون کودن ها راحت شم. خب بچه ها این دیگه مرحله آخره. اونجا میخ گذاشتی؟ پامون میره تو بیخ. میخ میره تو پامون کودن. به نظرم $100,000 ارزشش رو داره. هر کس دستش به گاف صندوق بخوره برنده فکر نهایی. کنم شروع شد. بگمونه. وایسید من بگم. ای بابا. حالا شروع شد. بچه ها تو رو خدا بذارید من ببرم. من چه خودم ببرم یا نبرم بابام برده. چی کار میکنی؟ دلیل عدم بدهی آبمونم قطع کرد. هیچ کدومتون نمیبرید. من باید ببرم. من مستحق بردم. وای شیشه. دارم میرم. نولان به سمت در گاف صندوق میره و تمام. نولان پیروز میشه. اما صبر کنید، شاید اینم یه سرکاری باشه. پدر و پسر آماده این؟ با دستای خودت بازش کن. من که گفتم مستحق بردم. اینا همش برای منه. نولان به تبریک میگم. من به افتخار میکنم. تو بهترین سارق باز. مرسی پدر. اگر از ویدیوی ما خوشتون اومده لطفاً سابسکرایب کنید و لایک و کامنت فراموش نشید. منتظر ویدیوهای جذاب ما باشید. فعلا خدا حافظ. چطور بود ماتریسیو؟ عالی بود پسر. از جیمی هم خیلی خوشم اومد.
بیشتر از این وقتمو نگیر. خداحافظ.